برای مشتری محصول تولید کنید و نه برای محصول مشتری پیدا کنید. تقریباً هر روز با درخواست‌های مواجه میشیم مبنی بر اینکه آیا برای فلان کالا مشتری صادراتی دارید؟ جواب این سوال تقریباً همیشه بله است. اصلا فرض کنید مشتری صادراتی برای خرید در محل شرکت شما حاضر شده، اما آیا کالای شما شرایط و استانداردهای الزامی بازار هدف رو داره؟ آیا میتونید در زمان، در محل و با شرایط و مقداری که خریدار میخواد کالا رو تامین کنید؟ آیا کالای شما به سلیقه و بر اساس نیاز مشتری طراحی و تولید شده؟ در قدم اول یک بازار و یک جامعه هدف رو تعیین کنید. سپس با در نظر گرفتن نیاز و خواست مشتری و بر اساس استاندارد بازار هدف تولید را شروع کنید. پس برای مشتری محصول تولید کنید و نه برای محصول مشتری پیدا کنید. به زبان بازار مقصد محتوا تولید کنید. اگر زبان بازار هدف شما زبانی به غیر از انگلیسی است، توجه داشته باشید که بسیاری از تجار و مشتریان به زبان انگلیسی آشنا نیستند و یا به هر دلیلی ترجیح می‌دهند با زبان مادری خود مراوده و دادوستت کنند. توجه شما را به قسمتی از یکی از جلسات مذاکره که با کشور روسیه برگزار کردیم جلب می‌کنیم. Вы хотите говорить по-английски? Или по-русски? Нет, по-русски с вами. По-русски. С вашей Они помощью. хотят... پس حتما وبسایت، کاتالوگ ها و سایر محتواهایتان را به زبان بازار مقصد نیز تهیه و تنظیم کنید. با امکانات و شرایط موجود دست به کار بشید. یکی از اشتباهاتی که خصوصا تولید کنندگان در صادرات دارند این هست که میخوان یک یا چند صلاحیت جدید کسب کنند و بعد کار صادرات رو شروع کنند. مثلا اول فلان خط تولید یا فلان محصول جدید رو اضافه میکنیم، بعد برای صادرات اقدام میکنیم. اول گواهی ایزو میگیریم، بعد برای صادرات اقدام میکنیم. اول سازمان را بزرگتر یا از نظر مالی توانمندتر میکنیم، بعد برای صادرات اقدام میکنیم. یا حتی اول کارت بازرگانی میگیریم، بعد برای صادرات اقدام میکنیم. بیشتر اوقات محدودیت هایی که مد نظر داریم هیچ تأثیر و الزامی در صادرات ندارند. سعی کنید صادرات رو با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان و امکانات و با منابع موجود پیش ببرید. افسانه‌ای به نام بازار محدود. جمعیت کشور ما حدود 1% جمعیت جهان را به خود اختصاص داده است. به عبارتی اگر فقط در داخل کشور فروش دارید، از 99% اندازه بازار جهان که غالباً هم مشکل خرید و نقدینگی ندارند غافل شده اید. دست پیدا کردن به بازار 99% به لطف تکنولوژی و ارزان شدن روش‌های بازاریابی و صادرات کار چندان سختی نیست، به شرطی که به درستی عمل کنید. تقریباً از زبان همه تولید کنندگان شنیدیم که به دلیل شرایط سیاسی امکان صادرات نداشتیم، یا
به دلیل تحریم ها نتونستیم صادرات کنیم، یا به دلیل بوروکراسی ادارات نتونستیم صادرات کنیم، یا به دلیل عدم همکاری بانک ها نتونستیم صادرات کنیم، یا حتی منتظریم دولت جدید چنین و چنان کنه که صادرات رو شروع کنیم. از نظر فنی تا زمانی که واردات کالا امکان پذیر هست، صادرات هم امکان پذیر و هم در دسترس هست. صادرات در حال تبدیل شدن به یک الزام برای حفظ و بقای سازمان‌ها و شرکت‌ها شده و به زودی سازمان‌ها و شرکت‌هایی که در زمینه صادرات فعالیتی انجام ندادند با خطر جدی انحلال و ورشکستگی مواجه میشن. همیشه اگر بخوایم کاری رو انجام بدیم، راه حلش رو پیدا میکنیم و اگر نخوایم کاری رو انجام بدیم، بهونه‌اش رو پیدا میکنیم. ما در لوتکا سعی می‌کنیم روش‌های کم هزینه و زود بازدهی که منجر به صادرات می‌شود را بررسی کنیم. ما این روش‌ها را صادرات چریکی نامیده‌ایم. اگر به مطالب از این دست علاقه‌مندید، فرم سمت راست یا احتمالاً زیر این ویدئو را به صورت کامل و دقیق پر و ارسال نمایید.